سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو از چنل من. اینجا آکادمی پردیته و من پوریام. اول از همه بهتون تبریک میگم. چرا؟ چون که قراره بهتون اطلاعاتی بدم که هیچ جا هیچ کسی ازش هیچ حرفی نمیزنه. میخوام چیزایی بهتون بگم که حاصل چندین سال تجربه خود منه، حاصل چندین سال آزمون و خطا کردن منه. پس ازتون میخوام که تمام تمرکزتون رو بزنید روی این ویدیو تا در طول این چند دقیقه آینده چیزایی بفهمید که شاید باعث تغییرات بزرگی توی مسیر کسب و کارتون و زندگیتون بشه. دارم از چیزی صحبت میکنم که خیلی بزرگه و خیلی ارزشمنده و برای اولین باره که کسی داره از همچین چیزایی توی ایران حرف میزنه. اما قبل از اون نیازه که یه سری از مباحث رو با همدیگه حل و فصل کرده باشیم. پس میخوام یک خلاصه راجع به این اینستاگرام با هم دیگه صحبت کنیم تا بدونید چرا اصلا باید داخل این اینستاگرام شما فعالیت کنید و کسب و کارتون رو به اونجا منتقل کنید. اول از همه بچه‌ها توی اینستاگرام حدود 40 میلیون ایرانی وجود داره. خب این به این معنیه که واسه من تولید کننده محتوا میتونه یه فرصت فوق‌العاده باشه واسه نشون دادن محصولم، واسه نشون دادن خودم، آموزشم، فروش پکیجم، فروش محصولم، فروش دورم، فروش هر چیزی که فکر کنید. چرا؟ چون آدمای زیادی دارن منو میبینن و وقتی آدمای زیادی منو میبینن احتمال فروش من میره بالاتر. فرضش کنید بچه‌ها شما یه دونه پست میذارید و از این پست 1 میلیون نفر، 2 میلیون نفر، 3 میلیون نفر شما رو میبینن و از همین دیدنه شما میتونید کلی درآمد کسب کنید، به شرطی که محتوای درست ایجاد کنید، به شرطی که محتوا در راستای اون کسب و کارتون باشه. و اینستاگرام زندگی خیلی‌ها رو تغییر داده بچه‌ها. من میشناسم آنلاین شاپ‌هایی که میلیاردی دارن میفروشن، میشناسم اون مدرسایی که دارن میلیاردی میفروشن و میلیارد واسهشون یه عدد معمولی شده دیگه. میخوام بهتون بگم خیلی پتانسیل داره. ببینید حرفام میتونه یه مقدار زرد به نظر برسه. شاید مثلا با خودتون بگید که خب ما که نمیتونیم دوره آموزشی ضبط کنیم، ما که نمیتونیم محصول بفروشیم. نه، ببین من منظورم اینه که تو هر کاری که بلد باشی، نمیدونم از تعمیر اسپلیت گرفته تا فروش قطعات کامپیوتری و فروش دوربین و فروش نمیدونم نور و گوشی و هر چیزی که فکرش کنی، اصلا کره بادوم زمینی. خب تو وقتی بتونی محتوا ایجاد کنی، وقتی بتونی جلب توجه کنی، میتونی بفروشی، چون آدمای زیادی دارن تو رو میبینن. مسئله اون قدم اوله. ما چجوری اصلا محتوا ایجاد کنیم؟ ما چجوری آقا فالوور جذب کنیم؟ و میخوام راجع به همین باهاتون صحبت کنم. ببینید در این که ما باید محتوای با ارزش ایجاد کنیم هیچ شکی نیست. همه میدونیم که اون محتوایی که میخوایم ایجاد کنیم، اون فیلمی که میخوایم بذاریم، اون پستی که میخوایم بذاریم باید ارزش اینو داشته باشه که مخاطب اونو ببینه. بگه اصلا اولین سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که من چرا باید این محتوا رو بذارم و مخاطب چرا باید اینو ببینه. اگر به همین جواب بدیم دیگه همه چی حله. شما وقتی دلیل اونو پیدا کنید دیگه تمومه، چیز خاصی نمیخواد. و مسئله دوم بچه‌ها که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، یعنی تو این مدتی که حالا من دارم پست میذارم، بقیه دارن پست میذارن، چیزی که دارم زیاد میبینم استفاده کردن از دایرکت خودکاره، دایرکت هوشمنده. احتمالاً اسمشو تا حالا شنیده باشید یا جاهای دیدید که مثلا میگه کلمه فلان رو کامنت کن تا واسط اینو بفرستم. نمیدونم توی استوری میگه کلمه فلان رو ریپلای بزن، یه ریپلای بزن تا واسط بفرستمش. خب این ریپلای زدنه، این کامنت گذاشتنه چه سودی داره دقیقاً؟ اینجا داره دوزاری خیلیا میفته که چی؟ آقا این کامنت گذاشتنه، این دایرکت خودکاره چیه؟ باعث چندین برابر شدن اون آمار شما میشه، باعث جذب فالوور میشه. چجوری؟ دایرکت خودکار مثلا یه قابلیتی داره که من تعیین میکنم که آقا مخاطبی که مثلا داره اون اتوماسیون رو فعال میکنه و توی دایرکت من داره پیام میده باید حتما منو فالو کنه تا من واسش یه چیزایی بفرستم. خب من وقتی همینو تعیین میکنم دیگه مخاطب من مجبور منو فالو کنه و وقتی منو فالو میکنه هم سودش به من میرسه هم سودش به خودش. اینجوری من هم بازدید میگیرم، هم مشتری جذب میکنم، هم فالوور جذب میکنم و هم آمار خودم رو چندین برابر افزایش میدم. بچه‌ها شما اگر یه پست ایجاد کنید که اون پست پتانسیل خوبی داشته باشه، مثلا این پستی که واسه خودم بهتون نشون میدم، این یه ریلز 14 ثانیه‌ایه بچه‌ها. این ریلز بچه‌ها واسه ساختنش من نیم ساعت بیشتر وقت نذاشتم ولی بهم حدود 60,000 تا فالوور داده. واسه جذب 60,000 تا فالوور باید میلیاردی خرج کنی. اونایی که حالا توی اینستاگرام تبلیغات دادن میدونن. من اگر بخوام 60,000 تا فالوور
از توی تبلیغات جذب کنم باید میلیاردی خرج کنم، ولی من با یک پست 14 ثانیه 60,000 تا فالوور جذب کردم. 60,000 تا فالوور میشه 6 تا استادیوم آزادی، نمیدونم استادیوم کجا، 10,000 نفره، یعنی میشه حدوداً جمعیت یک شهرستان. اگر من بتونم از این 60,000 تا دونه فالوور بتونم به 500 تاش دوره آموزشی خودم رو بفروشم، خب دیگه تمومه. این رقمش میشه میلیاردی فقط به 500 نفر. بچه‌ها دارم یه چیزایی بهتون میگم، یه حرفایی دارم بهتون میزنم که هر کسی بهتون نمیزنه. مثلا اونایی که میان دوره آموزش ادمینی به شما میفروشن یا دوره آموزش اینستاگرام میفروشن، اونا خودشون دارن از فروش دوره درآمد کسب میکنن. یا بچه‌ها مثلا یه مثال دیگه بهتون بزنم، این پست رو ببینید. هر ریلزی که بذارن 500 تا فالوور من ازش میگیرم، میلن رایگان، و بدون اینکه خودشون بدونن آقا هر پیجی هم که میبینی میلیون شده با این طرفن میلیون شده. اگه میخوای بدونی چجوری، همین الان منو فالو کن، کلمه ملگه رو کامنت کن، خودم تو دایرکت برات میفرستم. خب دیدید چی گفت؟ کلمه فلان رو کامنت کن، پیجم هم حتما فالو داشته باش تا واسط ارسال شه. خب این داره بازدید میلیونیشو میگیره و با استفاده از همین دایرکت خودکار آمار کامنتاشو بالا میبره و از اون طرف اونایی که کامنت میذارن رو جذب میکنه، تبدیل به فالوور میکنه. پس اینجوری میشه که ما میبینیم یه دفعه پیجش از 500k میرسه به 800k. یا مثلا این پست رو ببینید. این دانشمند روسی کیه که 1 میلیارد تومان میگیره و اگر میخوای بهت بگم این کد چیه، همین الان توی کامنت ها بنویس من تا برات توی دایرکت بفرستمش. حواست باشه حتما باید پیجم رو فالو داشته باشی که بتونم بهت دایرکت پیام بدم. الان دیگه کم کم دارید میفهمید قضیه چیه. بچه‌ها میخوام در مورد همین باهاتون صحبت کنم، دایرکت خودکار. چیزی که باعث میشه من اگر ویوی میلیونی بگیرم از این 1 میلیون نفر 100,000 نفر رو جذب خودم کنم. بچه‌ها فاصله شما با یک پیج 100,000 تایی شاید 5 تا دونه از این پست‌ها باشه. شما اگر هوشمندانه کار کنید، روی لحظه به لحظه اون ویدیویی که میخواید بسازید فکر کنید و یه پست خوب بسازید، قطعاً میتونید فالوور زیادی جذب کنید، قطعاً میتونید مشتری زیادی جذب کنید، قطعاً میتونید فروش خوبی داشته باشید. مثلا همین شمایی که الان دارید این ویدیو رو میبینید، خیلیاتون از طریق همین اتوماسیون اومدید این ویدیو رو دارید میبینید. من یه اتوماسیون تنظیم کردم یه جایی و حالا شما اون لینکش رو زدید و وارد اینجا شدید. و همین راحتی من چجوری میخوام مثلا محصول خودم رو به شما بفروشم؟ خب روالش همینه دیگه. ببینید بچه‌ها حدود 2 ساله که دایرکت خودکار توی ایران داره استفاده میشه و توی این 2 سال خیلی ازش استفاده کردن و فالوورای خیلی زیادی گرفتن. خیلی هم نمیفهمن چیه، فکر میکنن که مثلا یه ربات وصل میشه پیجو خراب میکنه. نه بابا، این حرفا نیست. ببینید چیزی هست که میتونه آمار و ارقام پیج شما رو چندین برابر افزایش بده، کلی فالوور واسهتون جذب کنه، کلی مشتری واسهتون جذب کنه. ببینید من در ثانیه پیجم، همین پیج ProEdit.ir داره توی ساعت شاید به 1000 تا دایرکت پاسخ میده. کدوم ادمین میتونه به 1000 تا دایرکت پاسخ بده؟ چون من یه فکت بهتون بگم، اینکه پیج من ادمین نداره، فقط خودم دارم ادارش میکنم، باقی رو فقط با اتوماسیون دارم تنظیم میکنم. یعنی اتوماسیون میزنم که اگر زیر این پستم این کامنت رو بذاره، این واسش ارسال شه، اگر استوری رو اینجوری کنه این ارسال شه، اگر مثلا اکانت کپکات بخواد، مثلا حالا ما خودمون اکانت هم ارائه میکنیم و حالا اون اکانت ها رو میفروشیم، من اومدم تنظیم کردم هر کسی توی کپکات حالا مشکل داره، کلمه مشکل رو که مثلا ارسال میکنه اول ازش سوال پرسیده میشه که آیفون داره یا اندروید. مثلا اگر میزنه اندروید که میگم برو این نسخه رو نصب کن، اگر بزنه آیفون که میگم باید اکانت بخری. و حالا بعد از این که میزنه روی دکمه خرید اکانت، اون اکانت ها رو به صورت ویترین بهش نمایش داده میشه. عملا پیج من شده یه فروشگاه. بچه‌ها دارم از چیزی صحبت میکنم که پتانسیل اینو داره که شما پیجتون رو تبدیل به فروشگاه کنید. اصلا حتی نیاز به استخدام ادمین هم نباشه، یعنی صرفا شما با سیستم سازی بتونید به فروش برسید. پس ببینید بچه‌ها، واسه اینکه شما توی اینستاگرام رشد کنید نیاز نیست برید دوره آموزش اینستاگرام بخرید که داخل اون دوره به شما بگه ساعت 7 شب پست بذارید، نمیدونم 5 تا دونه هشتگ بزنید. نه، دوره اینا دیگه تموم شد. شما الان مخاطبی که توی اینستاگرامه یک مخاطب کاملا بی‌حوصله است، یک مخاطبی هست که دائم داره اسکرول میکنه و شما باید یه جوری اونو جذب خودتون کنید. و بهترین راهش بچه‌ها در مرحله اول محتوای خوبه، در مرحله دوم استفاده از همین دایرکت خودکاره. شما با دایرکت خودکار میتونید خودتون و محصولتون و محتواتون و هر چیزی که هست خیلی بهتر نشون بدید، اونو پاسکاری کنید به جاهای دیگه، به حالا سایتتون، به درگاه پرداختتون، نمیدونم به معرفی محصولتون یا هر چیز دیگه. خب حالا راجع به دایرکت خودکار باهاتون صحبت کنم.
بچه‌ها دایرکت خودکار یه سایت اصلی داره به نام منیچت. منیچت یه سایت جهانی و معتبره که خیلی از سایت‌های دیگه که شما می‌بینید از طریق API وصل به همون منیچت هستن. اومدن API اون رو خریدن و حالا یه مقدار کاستومایزش کردن، یه سری پنل‌های فارسی اضافه کردن و شما بابت اشتراکش باید ماهیانه هزینه کنید. مثلا همونجور که می‌بینید ماهیانه ممکنه از 1 میلیون 2 میلیون باشه به بالا. ولی میخوام یه رازی رو بهتون بگم. بچه‌ها من خیلی وقت واسه این اشتراک پول نمیدم. چیکار میکنم؟ دارم سایت منیچت رو دور میزنم. یعنی من با دور زدن این سایت واسه خودم رایگان فعالش میکنم، واسه کارفرمام هم حتی فعالش میکنم، واسه اونی که میاد واسه من سفارش میده مثلا میگه پیجمو اداره کن، من میگم دایرکت خودکارم واسط فعال میکنم، در ازاش ماهیانه مثلا 2 میلیون هم ازت میگیرم. خب ما اگر بخوایم همینجوری هم حسابش کنیم میتونم واسه 10 تا پیج فعال کنم، فعال کردنش هم 5 دقیقه بیشتر از من زمان نمیگیره. واسه 10 تا پیج فعال کنم و ماهیانه 20 میلیون ازشون بگیرم، همینجوری بدون که حرکت خاصی بزنم. حالا من اومدم یه دوره آموزشی ایجاد کردم به نام دایرکت پرایم که داخل اون چیا رو آموزش دادم؟ دقیقاً آموزش فعال سازی و دور زدن این دایرکت خودکار رو به شما آموزش دادم. چجوری شما یک بار با دیدن این آموزش شما میتونید واسه همیشه اینو فعال کنید، واسه خودتون فعال کنید، واسه کارفرما فعال کنید، واسه دوستاتون فعال کنید و هر کسی که دوست داشته باشید. و از همه مهمتر واسه پیج خودتون. وقتی واسه خودتون فعال میکنید دیگه نیاز نیست ماهیانه هزینه کنید. یعنی دیگه شما از اون مسئله اشتراک ماهیانه راحت میشید و حتی میتونید به عنوان یک منبع درآمد هم بهش نگاه کنید. شما اگر ادمین هم باشید میتونید واسه کارفرما فعال کنید، مثلا اصلا همون ادمین دایرکت خودکار باشید. چرا؟ چون من داخل این دوره کار با تمام ابزارها و پنل‌ها رو آموزش دادم و حتی در کنارش استراتژی جذب فالوور هم آموزش دادم. یعنی شما میتونید به عنوان یک ادمین استراتژیست، یک ادمینی که مسلط به دایرکت خودکار، این دوره رو ببینید و حرفه‌ای بشید و بعد از اون بیایید قراردادهای بزرگ ببندید. مثلا پیج یه نفر رو توی 1-2 ماه برسونید به 50 که مثلا چی؟ مثلا یه پیج طلا فروشی یا یه پیج نمیدونم هر چیزی دیگه. چون بعد از دیدن این دوره قشنگ دستتون میاد که باید چه حرکتی بزنید، واسه هر پستی که میخواید بسازید باید چیکار کنید. اون کارهایی که خودم کردم و ازشون نتیجه گرفتم و دارم بهتون آموزش میدم توی این دوره. و بچه‌ها همچین دوره آموزشی اولین بار توی ایران داره ایجاد میشه. هیچ کس تا حالا هیچ حرفی ازش نزده. ولی میخوام بهت بگم که دایرکت خودکار یک موضوع بسیار تاثیرگذار داخل اینستاگرام. پس اصلا ازش غافل نشو. نمیدونم اگر ادیتوری، اگر گرافیستی، اگر ادمینی، اگر پیج فروشگاهی داری، اگر مدرسی، اگر چیزی آموزش میدی، اگر جنسی داری، محصولی داری، اگر خدمات میدی یا هر چیز دیگه‌ای، بچه‌ها توی هر حوزه‌ای بگید این دایرکت خودکار میتونه استفاده بشه و کلی هم نتیجه خفن داشته باشه. نمیدونم حتی معرفی فیلم و سریال، مثلا یه پست ایجاد کنید که اگر اسم فیلمو میخوای کلمه نمیدونم فلان کامنت کن تا واسه اسمش ارسال بشه یا لینک فیلم ارسال بشه. ببینید این چقدر میتونه آمار اون پستر رو زیاد کنه. یا مثلا توی بحث پیجای فروشگاهی میگه کلمه قیمت رو کامنت کن تا واسه قیمت رو بفرستم. اونجا که دیگه قیمت رو میفرسته شما توی دایرکت دستتون بازه که واسهش وایس بفرستید، نمیدونم عکس محصولتون رو بفرستید، درگاه پرداخت بفرستید، لینک سایتتون رو بفرستید و کلی پتانسیل داره. یعنی من اگر بخوام از امکانات این سایت واسهتون صحبت کنم باید تا فردا صحبت کنم. حالا من چرا دوره دایرکت پرایم رو ایجاد کردم؟ اول از همه من خواستم به اونایی که حالا کسب و کاری ندارن یا دنبال ایجاد یک کسب و کار و فرصت هستن یک ایده بدم، این که شما بیای داخل اینستاگرام فعالیت کنیم، پیجت رو رشد بدی و به فروش برسی. و در مرحله دوم اونایی که یک کسب و کاری داخل اینستاگرام دارن اما نمیتونن اون رو رشد بدن، هر چی پست میذارن ویو نمیگیرن. خب استفاده از دایرکت خودکار یکی از بهترین راههایی است که شما میتونید ازش ویو بگیرید و فالوور جذب کنید و فروش داشته باشید. بچه‌ها من روی این دوره قیمت گذاری کردم. چرا؟ چون که نمیخوام همه اینو یاد بگیرن. وقتی یه چیزی رو همه بلد باشن قاعدتاً ارزشش میاد پایین. میخوام اونایی که فقط کسب و کار دارن یا میخوان کسب و کار خودشون رو راه بندازن یا به هر حال میخوان پیج خودشون رو رشد بدن توی این دوره شرکت کنن. و مورد بعدی اینه که من بابت این آموزش‌ها کلی خون و دل خوردم، کلی آزمون و خطا کردم، کلی تجربه کسب کردم تا به این درجه برسم، تا به این مرحله برسم. پس گفتم روش قیمت گذاری کنم و به شما ارائهش کنم. و بچه‌ها قیمتش هم یه قیمت معقوله. به جای اینکه حالا 1-2 ماه شما ماهیانه اشتراک بخرید، این دوره رو تهیه کنید و همیشه فعالش کنید، واسه دیگران هم فعالش کنید و حتی خودتون هم ازش کسب درآمد کنید. اطلاعات دوره دایرکت پرایم رو داخل دیسکریپشن می‌نویسم، همینجا میتونی بخونیش و اگه دوست داشتی شرکت کنی. خب رسیدیم به آخر این ویدیو.
بچه‌ها من نشستم راز رشد توی اینستاگرام رو بهتون گفتم. دیگه چیزی غیر از این نیست. یکی محتوای خوبه، یکی استفاده کردن از ابزارهای مثل همین دایرکت خودکاره. الان دیگه تصمیم گیری با شماست. میتونید 1-2 ماه زمان بذارید، محتوا ایجاد کنید، پیجتون رو رشد بدید و به فروش برسید، یا اینکه به سرگرم کردن خودتون ادامه بدید. به امید موفقیت، خدا نگهدارتون.